سلام خدمت همراهان گرامی، با قسمت ششم عمارت شماره 13 در خدمتتون هستم. این قسمت باز شدن در ممنوعه. شب شده بود. نیلوفر و کامیار جلوی در ایستاده بودند. کلید در دست نیلوفر می‌لرزید. کامیار پرسید آماده ای؟ نیلوفر گفت نه، اما باید این کارو بکنم. کلید رو در قفل فرو کرد. صدای سنگینی داشت و بعد در آرام آرام باز شد. هوای داخل مثل یخ سرد بود. اتاق تاریک بود. کامیار چراغ قوه‌اش رو روشن کرد. اتاق کوچکی بود، خالی از هر وسیله‌ای. فقط دیوارهای خالی. اما یک چیز عجیب بود. یکی از دیوارها تازه تر به نظر می رسید. آجرهایش روشن‌تر بودند. نیلوفر اشاره کرد اونجا. کامیار به دیوار نزدیک شد. دستش رو روی آجرها گذاشت. این دیوار حدود 100 سال پیش ساخته شده، بعد از بقیه خانه. نیلوفر گفت یعنی؟ کامیار گفت یعنی پشت این دیوار چیزی هست. نیلوفر نفس عمیقی کشید. باید بازش کنیم. کامیار هم موافقت کرد. گفت فردا با ابزار برمیگردم. اما همونطور که میخواستند از اتاق بیرون روند، چیزی افتاد. در به شدت بسته شد. نیلوفر جیغ کشید و گفت چی شد؟ کامیار سعی کرد در رو باز کند، اما نشد. قفل شده بود. نیلوفر گفت گیر افتادیم. دمای اتاق به شدت پایین آمد. نفسهایشان بخار میشد و بعد نوشته روی دیوار ظاهر شد با حروف قرمز رنگ: رهایم کنید، بعد آزادتون میکنم. نیلوفر و کامیار به دیوار خیره شدند. صدایی زمزمه‌وار در اتاق پیچید. پشت دیوار، من اونجام. 100 ساله من اونجام. تاریکی، سرما، تنهایی. کامیار داد زد: مهتاب، تو هستی؟ و سکوتی حکم فرما شد. و بعد شکل یک زن از تاریکی بیرون آمد. نه کاملا انسان، نه کاملا سایه. چیزی بین دو دنیا. چهرهش مثل مه بود، اما چشمانش پر از درد بود. کمکم کنید. میخواهم آزاد شوم. میخوام برم. نیلوفر قدمی جلو رفت و گفت ما کمکت میکنیم. قول میدم. دیوار رو باز میکنیم. تو رو پیدا میکنیم. روی مهتاب آرام شد. لبخند محوی زد و گفت ممنونم، اما عجله کن. اون داره میاد. نیلوفر گفت کی؟ گفت نسل قاتل. اون نمیذاره پیدام کنید. اون میکشتت مثل ستاره. و ناگهان ناپدید شد. در اتاق باز شد. نیلوفر و کامیار با عجله بیرون دویدند. در راهرو نیلوفر برگشت و اتاق نگاه کرد. حالا دیگر شکی نداشت. مهتاب واقعی بود و کسی نمیخواست او پیدا شود. کسی که حاضر برای پنهان کردن راز دوباره قتل کند. عزیزای دلم، به پایان قسمت ششم رسیدیم. اگر دوست داشتین کانال رو حتما سابسکرایب کنید که ادامه داستان رو با هم بشنویم.